بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اون اتفاقاتی که همیشه میبینیم اینه که توی مکه، تو مدینه همیشه میگن که وقت صلات میشه طرف مغازه‌شو رها میکنه میره نماز. چرا؟ اول اینکه اونجا شرطه ها هستن، پلیس مکه و مدینه هست، حواسش به مغازه اون هست، از این طرف خیالش راحته. اما تو شهر شلوغی مثل کربلا ما میبینیم که با این جمعیت، دقت کنید، میلیون ها نفر الان در کربلا هست. یا آقای دستفروشی خسته شده خوابیده، این بساط دستفروشه این آقا ببینید همینطور رها کرده، خسته است، با خیال راحت گرفته خوابیده. این اگه از ماجراهای شیرین عصر ظهور نیست این چیه؟ به خدا ظهور نزدیکه.